سلام علیکم. سلام علیکم دوستان عزیز. من مظاهر طاهری تاجیک از تاجیکستان، قهرمان خلق داغستان، رئیس اتفاق نویسنده های بین المللی و طبیبان، مؤلف 55 کتاب و برنامه چطور آدم باید 100 سال ببیند بیمار نشود. من ملاحظه پدرشان 100 سال عمر دیدن. اتفاق نویسنده های ما سال 1918 شروع کرد کارا. اومده گفتن که من اعضاگیر قبول کنید. شرط ما یکم همین که وعده میده که تا صده بیمار نمیشه، عمری دراز میبینید. ما اکثر قبول کردیم. من همین روز من گپ زیاد نمیکنم. برنامه اتفاق نویسنده های بین المللی، همین اتفاق مرکزش در ناحیه عینی و شهر دوشنبه. خوش من این تخانومه میخونید. من این میدان اعضای اتفاق نویسنده های بین الخلقی از ما خدا میزنم شما. خوش یک برنامه ما همین که باید در تمام جهان سر باشد، دوستی بین خلقا، سالمی درازعمری و به واسطه حفظ طبیعت. چنین تشکیلات در دنیا یکتا هست و این برنامه ما از تمام مملکت ها دستگیری شده است و 240 نفر اعضا داریم. از آن جمله ازبکستان 20 نفر، همه آدمای افریقیایی ازبکستان، لیوچی، کسمان افتا، همه آدمای باقی ما متحد کردیم که دنیا با جنگ نشد. برای این کسا همون بعد که اعضا شدن فقط شعرهای وحدت نویسوندن. ما حاضر همین مدال بشه دوستی خلقان است که عضو اتفاق نویسنده های بین المللی و طبیبان، از آن جمله سال گذشته جوربک مرادف ما در شهر مسکو هم اعضای حجت دادیم، هم همین مدال دادیم. حاضر ما همین مدال شد. رحمت کنید عزیز، سربلند باشید. این شبینو وقت دارید که تا 100 سالگی بیمار نمیشه. خواهیم همدم ساق و سلامت باشیم، 100 ساله شویم، پیر به دولت باشیم، با هم باشیم. خوش بخندات میگم. حضور رحمت شکر میکنم، منت دارم و با اجازه شما مرزای سربلند. دوستان عزیز و ارجمند، ما همه شما را و محفل برادری ارجمندم شاعر وحدتسرا حبیب سلیمانی خیر مقدم میگویم. از بس که شعار مرام این کس وحدت سرایی است، من برای این کس رمزی اساسگذار صلح و وحدت این عکس را تقدیم میکنم. با شعرش البته و همین لحظه من در همین جا دور نه یک چیز اومدی برای حبیب جان بخشیدم. خیالم این هم برای جشنواره همین کس است. حقیقت شاعری وحدت سرایی، زی عشق مهنت آب ادایی، تو را در سینه مهری فزون است، با شعرت دردمندان را دوایی. تولدگاه تو دهی خوشیکت، زرفشان را همیشه هم نوایی. بخواهم ای حبیب 100 سال دیگر فقط تو وصل مهن را سرایی. سلام مرزای سر برادر ما حبیب یوسف شدیم، حبیب طاهری، حبیب یوسفی. اکنون بابای همه ما بایون نازیم. من فرزند پدر، فرزندی با پدر باشد و بیغم باشد. سلام علیکم مهمانان عزیز و خویش و تباری از دور نزدیک آمده و مهمانانی از جنوبی ازبکستان، از ولایت سوخت، از ناحیه اشت و ناحیه‌هایی که در اطراف آمدند، همه شما رو خوش آمدید میگویم و دادرم حبیب سلیمانی را و سید مبارک 60 سالگی تبریک و مبارکباد نمودم و او عمری دراز آرزومندم و گفتنی هستم که عمری آدم قیمت است و لیک در بازار نیست. روزهای رفته را در زندگی تکرار نیست. در طبیعت فصلها تکرار یابد هر زمان، لیک عمری آدمی را از دیگر تکرار نیست. بخواهم یک توفیق خودم را به او تقدیم نمایم. حضور رحمت دوستان عزیز، خوب شد از مرحمت، سلامت باشید، سربلند باشید.
خیر این جامعه پدرم است، فرزند پدرم است.